در اینجا کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان مدیر شعبه فرهنگ شهر کولاب ظریف ولی حضور دارد که حالا سخن تبریکی را به آن کس می‌دهیم. بر همه دوستان دوستان عزیز، ما کارکنان فرهنگ خیلی خوشبخت هستیم که دائما در معرکه هامون در چولویامون از طرف حکومت شهر الان از طرف رئیسیان عبدالجبار زردیوف دستگیری می‌یابیم و شرافت بانو میرزایی‌ام بسیار زن فعال و دستگیری ما هستند که من این شورای روز برگزار کردید. من از نام همه کارکنان فرهنگ با حاکمیت اجرایی و رئیس آمکس و معاونانش که دو تا معاون اشتراک دارن اسمت الله نصرت و شرافت میرزایی‌ام تشکر میگم. خوش آمدید. دیگر اینکه دوستان عزیز، عادل جان خیلی کلی برنده البته صحیفه گردان میکنن چون گفدارانی عادل جان یک فرزندی همین کولاب شهر سهمش در رشد نموی فرهنگ بسیار کلان است. کلان امروز عبارت است که در تمام شوراهای شهری ناحیوی ریسپوبلیکوی اشتراک میکند. این خیلی اگر ما صحیفه گردان کنیم در سالهای اتحاد شوروی و شهرهای مسکو، ترکمنستان، ازبکستان، سمرقند و بخارا به همین جاها با سفرهای هنری برآمده است. لیکن همه این کم است برای خلقش. عادل جان در جاده ایجاد است. عادل بسیار فکرهای خوب دارد، بسیار مقصد نجیب دارد که به خلق وطنش باز زیادتر خدمت کند. برای همین ما در جاده صنعت به این یک مرد هنر که در آسمان صاف پروژیلا همچون یک ستاره پروژه‌ای را بینیم، دائما یک هنرمندی ایجادکار بینیم. این کس را دائما با مردمش باشد، از ترقیات علم و هنر از صنعت خفا نماند، با ما باشد دائم. از نام همه کارکنان فرهنگ من این آدم را به این زاد روزش تبریک میگم. خواهان آن را دارم که با عادل جان پس از این معرکه با زیادتر ایجاد کند، زیادتر به خلق خدمت کند. مبارک شد عادل جان. خب دوستان عزیز، مهمانان محترم، از بس که اکای عادل جان خود سراینده هستند و بسیار شاعران و نویسندگان همکاری ازدیش دارند، با این خاطر با تبریکات اکای عادل جان دوست و رفیق جانشین رئیس شهر شاعر اسمت الله نصرت حضور دارند و با کمال افتخار سخن نوبتی تبریکی را با آن کس میدیم. خواهش میکنم با افتخارشان یک کفکوبی شود. تشکر زیاد. بعد امروز این جشنواره عادل جان عمرزا نه همچون به حیث معاون رئیس شهر بلکه همچون یک دوست، رفیق و برادر آمدم. عادل جان عمرزا هنوز آقانی که با یکی از برادران من در آموزشگاه طبی تحصیل میکردند، هنوز 30 سال مقدم، از همان هنگام من یک کس را میشناسم و دوستی ما از همان وقت این جانب ادامه دارد. برای همین من که امروز نماینده ساحه صنعت، نقلیات، علاقه و انرژتیک شهر می باشم، از نام همه آن مخلصان این کس که در این ساحه کار میکنند، این کس را تبریک و مبارکباد میگم و در جاده ایجادیات به این کس کامیابی‌های بزرگ آرزومندم و از نام کارمندان این ساحه به این کس یک تحفه خاکسارانه یک دسته گل و یک برگ سبز تبریک میگم. مبارک شد. ما شما یک شعر خرد. دوستان گرامی، در اینجا سرمقرر تلویزیون شهر کولاب خدایار ولی و تبریک صاحب جشن آمدند که حالا سخن نوبتی را با آن کس می‌دهیم. مرحمت.
خان تشکر میکنم. دوستان عزیز، امروز بر هوا در این تالار تاریخی که همگان جمع آمدیم، من یک بار دیگر شکرگزار از سیاست خیرتمندانه سردار دولت تاجیکان محترم امامعلی شریف حاج رحمانov میتونم. زیرا امروز ما نه که عید کسبی، عید تاریخی جشن میگیریم، ما امروز عیدی را جشن میگیریم که از آسایشتگی و از تازه استقلالی تاجیکستان عزیز شهادت میدهد. یعنی امروز عید فرهنگ، عید دوستی و امانی است. از این لحاظ با اجازت شما از نام خود، از نام رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم عبدالجبار عزیز اویش، برای ناز دستان سیرآفرین مادران هستند که عادل جان بر این هنرمندان شرف و نام هنر ملت تاجیک به اوج اعلا میرسانند. از این لحاظ بار دیگر شما را به این 30 سالگی کمال ایجاد و 50مین بهار عمر تبریک میکنم. ولی عذر میپرسم و گفتنیم که شما را به 30 سالگی ایجادیات بله 15 سالگی مولودتان تبریک نموده به شما یک هم تحفه خاکسارانه و هم برگ سبز خود را میسپارم و گفتنیم که جانی و جهان با تو خوش است. جانی و جهان با تو خوش است. هر صحبت بزم دوستان با تو خوش است. از آمدنت گل و سمن رویده است. خوش آمده ای که بزم ما با تو خوش است. 100 ساله ها عمر بینی، هیچگاه درد زندگی به شما یار نشد. دوستان عزیز، با تبریکات یکی و دلجان عضوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر و دراماتورگ آدینه رحمانوف تشریف آوردن و با کمال احترام سخن نوبتی رو رحمانلی آدینه و آدینه رحمان می‌دهد. مرحمت. در معرفت هست دایم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر که مستی عالم عرفان بود، بر همه خلق جهان سلطان بود. خیلی که خدایار جان گفت همه وقت عاشق صنعت و عاشق فرهنگ باشند.